سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیزم. یک بار تشریف بردیم با یه برنامه خیلی جالب و دیدنی دیگه. یکی از اپ های دیدنی جدیدی که جدیدن تلگرام خیلی داره ترندش میکنه. خیلی برنامه قویه، برنامه همستر کامبت. نمیشه به اینا گفت بازی، اینا یه جور برنامه برای معرفی توکنشون. میخوان شما خیلی ساده هم اون توکن رو به دست نیاری که برات واقعا بیارزش باشه. حالا یه سری برنامه ها میذارن. این برنامه بیشتر شباهت عجیبی داره به ماینر، یعنی یه جورایی شما باید ماینر داخلش خریداری کنید. برنامه همستر کامبت حالا یه برنامه‌ایه که میشه گفت که شما یه ماینر داری تو گوشی خودت. هر چقدر که تقویتش کنی، هر چقدر براش تایم بذاری، خب قاعدتا بیشتر میتونی از این توکنش. حالا اگه انشالله ترند شد و اومد بالا و همه دیدن و جالب بود براشون، سرمایه گذارا رو جذب کرد، شما بیشتر میتونی به سود برسی. خب زیاد حالا توضیحات قبل از که بخواید برنامه رو ببینید توضیحات عجیب غریبتون ندم، وارد برنامه شیم. قبلش یه لایک و سابسکرایب ممنون میشم اگه بزنید. به من کمک میکنه، انرژی بهم میده که حالا برنامه‌های جدیدی رو که برام اومده رو براتون حالا معرفی کنم. وارد برنامه میشیم. ببینید هیچ کاری نداره اصلا. من کد رفرالم قبلا گفتم اصلا نمیذارم که نگن به خاطر رفرال داره این کارو میکنه. نه، من عشقیه، دوست دارم شما به یه سودی برسین. کافی فقط همستر کامبت رو سرچ کنید، بات که اومد باتش رو انتخاب کنید، یه داخل ادرس همینجا پلیش اومده. ثبت نام خاصی هم نداره که فکر کنید حالا میخواید مثلا چه کار عجیب غریبی انجام بدید. نه، کافیه فقط اپو باز کنید و ران کنید. میبینید که همینجوری داره ماینر برای من برداشت میزنه. الان این لیول بندی داره، من به لیول مستر رسیدم دیروز. حالا یه مقداریشو هزینه کردم به خاطر یه سری ایونت های جدیدی که داره میاد. من این ایونت ها رو حالا جدا جدا فیلمشون رو میذارم. هر ایونتی که بتونید تکمیل کنید 5 میلیون بهتون میده. دومین ایونتش بود امروز من گرفتم. خب حالا یه سری هزینه‌های من بیشتر از 5 میلیون شد، چون حالا ماینرامو قدرتشون رو یه مقداری بردم بالاتر. ولی خب به عشق شما این کارو میکنم، اشکال نداره. میایم داخل قسمت ماینر. ببینید این ایونتی که بهتون گفتم این بالا 5 میلیون براش گذاشته، تیکش هم زده که من برداشت کردم. این سه تا گزینه رو من فعال کردم، حالا آپدیتشون کردم، داد اون 5 میلیون رو بهم پرداخت کرد. حالا شما میتونید خیلی ساده فقط این سه تا گزینه رو بین این همه گزینه ماینری که اینجا میبینید ماینراش خیلی زیاده، شما میتونید همین سه تا گزینه رو بین این ماینرایی که تو این قسمت ها هست، تو این 4 قسمت هست پیدا کنید و فقط همونا رو آپدیت کنید و جایزتون رو بگیرید. ببینید حالا این باز خودش این قسمت اسپسیال یه دنیای جداگونه داره. 3 تا قسمت ماینر داره. نیوز که اگه جدید بیاد اینجا ماینر جدیدی به اون معرفی میکنه که الان یه دونه اومده، ما 5000 تا سکه میدیم اینو میگیریم به همین سادگی. ببینید الان این پایین لولش هم یکه، ساعتی 475 سکه به من میده. من اینو بازم آپدیت میکنم، همینجوری آپدیتش میکنم تا حالا به یه لول به خصوصی برسه. خب الان وقتش نیست بخوام براش تایم بذارم، ولی خب حالا یه مقداری آپدیتش میکنم که ارزشش هم داشته باشه. خب لول 6ش کردم، حالا بعدا سر فرصت میام لولشو میبرم بالا. میبینید خب حالا لول ها وقتی بره بالا قیمت های بیشتری ازت سکه میگیره، یه چیز طبیعیه. ببینید هر چی که ما اینجا قدرت هامون رو بیشتر کنیم، این قسمت میبینید که بالا زده پروفیت پریهر تقریبا یه چیزی هوش 361 کا در ساعت برا من میگیره، یعنی هر 2-3 ساعتی 1 میلیون توکن برا من میگیره که باید سر بزنم هر 2-3 ساعت و اونو برداشت کنم. هرچی لول همسترتون بره بالاتر، مقدار تاچی که میزنید، الان برای من تاچم 14 تا، سری قبلی 13 بود. هم شما میتونید تو قسمت بوست آپدیتش کنید، ببینید توربوش هنوز فعال نشده، هم میتونید انرژی لیمیتتون رو ببرید بالا، هم میتونید مولتی تبتون رو ببرید بالا. میشه اینا رو حالا قدرتمندتر کرد.
که به نظر من حالا نیازی نیست. هرچی بتونید ماینراتون رو آپدیت تر کنید، چون معلوم نیست این برنامه ها مثلا بهتون میگن آقا 1 ماه دیگه میخوایم ماین رو لیست کنیم، شما تو این 1 ماه میخواید سریع بیاید و به سود برسید که نمیشه. به سود آنچنانی یعنی نمیرسید، یه سود حالا نمیگم چشمگیری، یه سود معقول، ولی خب این توضیح خاصی نداره. ببینید شما فقط برنامه نصب میکنید، وارد ماینرها میشید و ماینراتون رو آپدیت میکنید. قسمت رفرال گیری داره. ببینید من برای 2 نفر از حالا دوستا و برادرام گذاشتم، برای یکی از خواهرام گذاشتم، اونا هم خودشون از من درخواست کردن. بلا من میدونید کد رفرال به کسی نمیدم، اونا چون از من دور بودن و میگفتن ما سرچ میکنیم پیدا نمیکنیم، دیگه مجبور شدم براشون کد رفرال بفرستم. این قسمت هم که میبینید تو قسمت ارنش یه سری چستا بهتون میده که میایید حالا جوین کانال تلگرامیشون میشید، تو ادیترشون رو میرید، یه سری کارا ازتون میخواد انجام میدید و به مبلغی میرسید. یه دیلی ریوارد داره، روزانه میایید اینجا. ببینید دیلی ریوارد 10 روز که انجام بدید 5 میلیون فقط دیلی ریوارد بهتون میده. 1 میلیون روز نهم، روز هشتم 500 کا، روز هفتم 100 کا، روز ششم 25 کا، همینجوری تا پایین. این مبلغش یه چیز مشخصه. شما کافیه 10 روز که فعالیت کنید یه چیز جلوش 7 میلیون فقط از همین قسمت چستا میگیرید. یعنی هر وقت که شروع کنید دیره، اقدام کنید. شاید امروز فردا گفتن آقا قرار ما اینو لیستش کنیم. بعد جالبه این بازی یا برنامه یا حالا هر چیزی که دوست دارن اسمشو بذارن، من بهش میگم یه حالا برنامه معرفی ایردراپ سکیوهایی که میخوان مثلا حالا معرفی کنن. علاوه بر این که خیلی زیبایی جالبی داره، اگه ببینید این قسمت بالا، قسمت بینگیکس، اینجا بینگیکس داره ازش حمایت میکنه، یه صرافی خیلی محترمه. به غیر از بینگیکس ببینید صرافی بایننس، بای بیت، اوکی ایکس، اچ تی ایکس، کوکوین و همینجوری حالا تا پایین مکزی، اینا تا پایین که میبینید دارن ازش حمایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه پروژه قدرتمنده، احتمال اینی که لیست بشه خیلی زیاده. اقدام کنید، احتمالاً حالا 1 ماه دیگه، کمتر 2 ماه دیگه، مشخص نیست، این برنامهشون به اون مقدار نفری که میخواد برسه و استارتشو بزنن. برنامه جالبیه، حمایت کنید ازش، شما به سود میرسید، سازندش هم به سود میرسه. روز خوب و پرسودی داشته باشید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. از من حمایت بشه، سعی میکنم فیلم های بهتری بذارم.